چی وقت ارز دیجیتال مطرح شد؟ در سال 1990 مطرح شد و در سال 2008 شخصی به نام ساتاشی ناکاموتو اومد و بیت کوین را ایمیلی ساخت و برای اولین بار ارز دیجیتال در تاریخ ثبت شد و بعد از آن 10,000 آلت کوین دیگر ساخته شد. سازنده بیت کوین چی کسی بود؟ شخصی به نام ساتاشی ناکاموتو. بعضی ها ادعا کردند که پوتین، ایلون ماسک، اما سازنده اصلی بیت کوین ساتاشی ناکاموتو است. چگونه سرمایه گذاران بالای ارز دیجیتال یا بیت کوین سرمایه گذاری می گردند؟ آنها پولهای خود را وارد می گردند و به امید که قیمت بالا بروه و فایده بکنه. امو شکلی که امروز همه ما انجام می دهیم. یک شخص در سال 2010 $100 یا $200 دانه بیت کوین با چند دلار میتونستید بخرین و پولدار شوین. این شکل 10 سال بعد تکرار خواهد شد. یعنی شما امروز ارز دیجیتال بخرین و هولد بکنید. این میتواند شما را در آینده پولدار بکنه. یا هم نسازد مردم از همان زمان شروع کردند سرمایه گذاری که فایده بکنند. خود بیت کوین بلاکچین خود داره و خودش یک کوین است. بغیر از بیت کوین تمام ارز دیجیتال به نام آلت کوین شناخته میشن. مثلا اتریوم، سولونا، اتریوم که بلاکچین خود داره و قرارداد هوشمند خودش انجام میدهد که به کاربران اجازه دهید که برنامه غیر متمرکز بسازد و اجاره بکنند.